حاج خانم در مورد اون چیزی که گفتید معجزه شد برای بینندگان ما توضیح میدید لطفا؟ اومد رو 700 آقای دکتر. خارجم رفته بودم اعتقادم یکی خوب نمیشدم، ولی انگار اینجا اومدم معجزه شد به خداوندی خدا. رفتم پیش یکی از دکتر که اسمش نمیارم، دارو برام نوشت. 5-6 سالی هم زیر دستش بودم دیگه. آخریا به بچه‌م گفت اگه فردا مادرت از دست رفت نیا با من دعوا کن، بگو تو که مادر من میدونستی حالش اینطوره چرا نگفتی. گفت یعنی چی آقای دکتر؟ یعنی که مادرت کارش تمومه. گفتی خب وصیت کنی. خلاصه دارو که داد خیلی اوضاعم خراب بود. تا تو اینستا آقای دکتر دیدم. قندتون رو چند بود روزی که اومدید؟ روز که دارم 445 ناشتا 445 ناشتا اصلا، یعنی کلا قند من از 500 پایین نمی اومد. مرده بودم.